قبل از تنتنه‌های نوروزی در ناحیه بلجوان با اشتراک رئیس ناحیه، مهمانخانه و مرکز سودای فرزانه که از جانب صاحبکار جوان رجبعلی گل محمدزاده ساخته شده است، رسما مورد استفاده سپرده شد. لازم به یادآوری است که بنای مهمانخانه از 3 آشیانه عبارت بوده با طرح معماری معاصر ساخته شده است. در آشیانه یکم مهمانخانه مغازه خوراکواری، قهوه‌خانه و داروخانه، در آشیانه دوم بنا حجره‌های استراحتی و یک تالار مجلسی جایگیر شده است. چنان اطلاع داده شد با آنکه این مهمانخانه مورد استفاده قرار گرفت، 20 نفر از ساکنان ناحیه به جای کار دائمی فرا گرفته شدند. در قسمت دیگر این مهمانخانه فعالیت نانوایخانه را به راه ماندند که کارمندان میتوانند از محصولات خودی استفاده برند. رئیس ناحیه به صاحبکار جوان رجبعلی گل محمدزاده جهت سهم گذاشتن در آبادانی ناحیه اظهار سپاس نمود. در پرتو سیاست خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، ما صاحبکاران جوان ناحیه بلجوان تصمیم گرفتیم که در این جشن بین‌المللی نوروز در ناحیه بلجوان یک مهمانخانه زمانوی و مرکز سودا ساخته به استفاده دهیم. مقصد ساختن ما از این مهمانخانه برای بلند برداشتن رشد سیاحی در ناحیه بلجوان میباشد. چون عنعنه نیکنیاگان زحمتکشان ناحیه نمایشگاه خیلی دیدنی را مرتب از مال و محصولات و هنرهای مردمی به نمایش گذاشتند. رئیس ناحیه از این نمایشگاه دیدن کرده جشن نوروز فرخنده را به خرد و بزرگ تبریک نمودند. با ساکنان صحبت آزاد و صمیمی انجام داده با آنها برای رونق بخشیدن ساحه خواجگی خلق و سری وقت تامین نمودن مواد غذایی مردم منتداری کرد. در نمایشگاه مذکور محصول دسترنج مردم هنرمند ناحیه، گلدوزی و زردوزی و گل و گیاهای طبابتی طبیعت ناحیه، همچنین محصولات خواجگی خلق از قبیل کارتوشکا، پیاز، عسل، گوشت و غیره به نمایش گذاشته شده بود که آن همه انعکاسگر عنعنه‌های خاص جشن بهار و نوروز خجسته بودند. ما معرفچیان ناحیه بلجوان کلی مردم سربلند کشور عزیزمون را با فرارسی جشن نوروز بین‌المللی تبریک و تهنیت گفته به آنها پیش از همه سلامتی، عمر دراز و در کارهایشان موفقیت‌ها تمام دارد. اصلا در فصل زیبای نوروز عالم افروز مردم همه لباسهای ایدانه را به بر نموده و استقبال این جشن قدیمه برآمده با رقص و سرودخوانی مشغول میشوند. ساکنان شرفمند ناحیه زیبا منظر بلجوان نیز در ورزشگاه مرکزی ناحیه بزم نوروزی آراستند. رهبریت ناحیه زحمتکشان را به جشن تاریخی نوروز تبریک و تهنیت نمودند. ذکر داشتند که نوروز یکی از جشن‌های قدیمی مردم آریایی تبار محسوب یافته از زمان پیدایش تا کنون با همه عنعنات نیکش به ما آمده رسیده است. در این فصل زیبای طبیعت هر فرد باید کارهای سبزگردانی را رونق بخشیده در آبادی وطن عزیز خویش سهم ارزنده گذاریم. چورابینی مذکور سراول از راهپیمایی تحت عنوان کاروان نوروز آغاز گردید. در این راهپیمایی کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌های حدود ناحیه شرکت داشتند. در قسمت دیگر چورابینی فرهنگی هنرمندان بخش فرهنگ ناحیه و آوازخوانان سرشناس کشور، خصوصا شاهستون صنعت آوازخوانی ژانر فلک دولتمند خالف هنرنمایی کرده تب حاضرین را بالیده گردانیدند. جشن نوروز بین‌المللی در ناحیه بلجوان با شکوه و شهامت خاصه تجلیل گردید. سمندر شایف بنیامین شریفزاده از ناحیه بلجوان برای برنامه اطلاعاتی اخبار.